امروز در خدمت دکتر حمیدرضا طاهرزاده استاد تار و عضو شورای ملی مقاومت هستم. آقای طاهرزاده دارای دکترای رشته اقتصاد در خانواده هنردوست و هنرپرور در کرمانشاه به دنیا آمد. موسیقی و نواختن تار را در کودکی از پدرش زنده یاد استاد یدالله طاهرزاده آموخت و در 20 سالگی به عنوان بهترین نوازنده جایزه معتبر مسابقه موسیقی باربد را از آن خود کرد. در سال 1360 ایران را ترک نمود و در سال 1371 به عنوان مجری اولین رادیوی مقاومت ایران فعالیت می‌کرد. برادر آقای طاهرزاده منوچهر نوازنده ویولون، آهنگساز و خواننده در تابستان سال 1382 در حالی که آخرین دوران اسارتش در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه را می‌گذرانید با شدت یافتن شکنجه‌ها در 15 دی‌ماه همان سال پس از 3 سال حبس به شهادت رسید. از زنده یاد منوچهر طاهرزاده بیش از 300 اثر ارزنده بر جای مانده که بخش اعظم آن در مصادره رژیم آخوندهاست. آقای حمیدرضا طاهرزاده تاکنون بیش از 400 کنسرت جهت ترویج صلح و آزادی از جمله در مجلس اعیان انگلستان و کنگره آمریکا با هنرمندانی چون زنده یاد مرضیه اجرا و بیش از 100 ترانه برای عشق، صلح، آزادی و زندگی خوانده و اجرا کرده است. سلام آقای حمیدرضا طاهرزاده، با تشکر از اینکه دعوتم رو برای این گفتگو پذیرفتید. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان وفادار برنامه‌های بسیار جالبتون خانم غفاری. خواهش میکنم. آقای طاهرزاده، موضوع هنر و تعهد همونطور که میدونید موضوع بسیار حساسی هست که جامعه رو در واقع به دو جبهه تقسیم کرده. در این حال من فکر میکنم ضروریه که توی این شرایط که کشور ما با بحران روبرو هست روی این موضوع هم بحث بشه و به قول معروف نوری بر نقاط تاریک اون تابیده بشه. برای همین از شما دعوت کردم، وقت گذاشتین، ممنونم ازتون تا به عنوان یک موسیقیدان متعهد به ما کمک بکنین با این مقوله بهتر برخورد بکنیم. بله. به نظر شما آقای طاهرزاده آیا هنر آزاد هست یا اینکه ملتزم هست به شرایط جامعه؟ ببینید این یک بحث بسیار کشافی است، یک کم حالت اسکولاستیکی پیدا کرده، ولی واقعیتش اینه که هنر از اونجایی که یک محصول بسیار بسیار متعالی بشریه و برای ارتقاء بشر و برای تعالی انسانها و جامعه بشری اصلا خلق میشه و به کار میره و چون یک محصول اجتماعی است طبعا یک رسالتی داره. مثلا حتی خود شما مثلا اگه فلسفه هم در نظر بگیرید، خب فلسفه همینجوری که راجبش فکر کنید خب چه میتونه باشه جز اینکه به هر حال یک نظامی است، نظام اندیشه و فکری است که انسان‌ها برای اینکه جهان رو بهتر ببینن، برای اینکه پاسخ‌های مناسبتری برای هستی و برای به هر حال زندگیشون و برای آینده و برای جامعهشون پیدا بکنن و بتونن جامعه رو به سمت کمال ببرن. هر کدوم از بخش‌های علمی هم همینطوره. همونطوری که مثلا علم پزشکی برای بهبود زندگی انسان هاست، هنر هم که یکی از بالاترین دستاوردهای بشریه طبعا برای ارتقاء کیفیت زندگی انسانی است. خب در دلش هنر یک رسالتی داره، از اونجایی که خودش محصول اندیشه و رنج و زحمت بشر هست و در واقع کار خداگونگی انسانه و از جنس آفرینشه. در نتیجه اولین مسئولیتی که هر هنرمند به دوش داره دفاع از زندگی و ارزش‌های زندگی و انسان هاست، ارزش انسانی و مقام انسانی. اصلا همینه. مثلا هنر یکی از وظایفش اینه که انسانها رو به انسانیت خودشون نزدیکتر بکنه و به طریق اولا جامعه رو جلو ببره، در تکامل جامعه بشری نقش بسزایی داره. خب اگر این قرار باشه که به شکل فقط یک هنر منتزع و ابستره در کنار جامعه به شکل حاشیه نشین و خوشنشین در کنار جامعه قرار بگیره، نمیتونه تأثیری هم داشته باشه و خودش هم از بین خواهد رفت. پس بنابراین من فکر میکنم و قویاً معتقدم، نه فقط بنده، این یک واقعیتی است که دیگه ثابت شده، هنر و هنرمند مسئولیت خیلی خیلی سنگینی در قبال جامعهش داره، چرا که زبان گویای جامعهش هست. بایستی بتونه انعکاس بده اون چرا که در دل جامعه میگذره و پروژکتورهایی رو بندازه در نقاط تاریکی که ذهنهای ساده تر و غیر هنری اون رو نمیبینن و اون هنرمنده که میتونه با انداختن
پروژکتورهای خودش اون نکاتی و نقاطی رو که بقیه انسان‌ها قادر به درک و شناختنش نیستن اون رو پیدا بکنه. مثلا فرض کنید هدایت در زمان خودش در ایران سائلی رو مطرح میکنه، نکات منفی رو در جامعه میبینه که به غلط اون رو منفی بین میبینن و او در حالی که اون منفی ها رو میبینه. مثلا حافظ چرا حافظه، چرا سعدی است، چرا مولوی؟ اینا برای اینکه فرزندان زمان خودشون بودن. به طور مشخص هنرمندان معترض بزرگی مثل حافظ. پس اصلا در قاموس هنر فریادی نهفته است، فریاد انسانهای خاموشی است که اون هنرمند رسالتش هست که اون رو بیان بکنه و به همون اندازه که بتونه زبان گویای جامعهش باشه به همون اندازه هم موفقه و به همون اندازه هم در تاریخ هنر خودش و در تاریخ مردم خودش خواهد موند و جاودانه میمونه، اگر نه دفن میشه، تاریخ اون رو در خودش میبله و نابود میشه. آقای طاهرزاده، همونطور که میدونید اخیراً عده‌ای از هنرمندان با حسن روحانی رئیس جمهور رژیم دیدار داشتن. هرچند این اولین باری نیست که عده‌ای از این قبیله با سران نظام دیدار میکنند، ولی به نظر شما چرا این بار جامعه اینقدر واکنش تند نشون داده و نسبت به اون معترضه؟ واقعیتش اینه که همه نظام‌های توتالیتر همه جا در همه جای تاریخ اینا احتیاج دارن به اینکه به هر نحوی که شده هنرمندان رو که به هر حال گلهای سرسبد جامعه هستن رو در کنار خودشون داشته باشن برای اینکه بتونن مشروعیت بخرن. آدولف هیتلر هم این کار رو میکرد. حتی مثلا حتی نمیتونست که هنرمندان بزرگ دور خودش جمع بکنه، مثلا اومده بود کارهای بزرگ هنرمندان بزرگ زمان خودشون رو، مثلا زمان خودش که نه ولی مثلا چه میدونم کارهای بزرگی رو که بتهوون و موزارت و غیره کرده بود و اینها رو هر چقدر که میتونن گلوریفای بکنن و کسانی که در مکتب اون نبودن در چیر اون نبودن اونها رو کنار میگذاشتن. خب این رژیم هم همینطور مثلا از بد و روی کار آمدنش هم خب خود خمینی وضعیت خاصی داشت. بعدها متوجه شد که نیاز داره که یه سری آدم ها رو دور خودش جمع بکنه. اما از زمانی که این خامنه‌ای به عنوان به اصطلاح رهبر فقیه، رهبر چی میگن ولی فقیه شبه این رژیم از خم رنگرزی آخوندها بیرون اومد، بلافاصله ما شاهد این بودیم که یک بیانیه‌ای صادر شد به نام بیعت هنرمندان با ولی فقیه. همون اولش هم جای شگفتی فراوان بود برای اینکه کدوم هنرمند واقعا حاضر میشه که با یک چنین جنایتکارانی دست بیعت بده؟ برای چی؟ بعد که لیست رو دقیق تر که آدم نگاه میکرد میدیدیم که خیلی از این هنرمندان اصلا فوت شده بودن، سال بود که از دنیا رفته بودن و اسم اینها رو گذاشته بودن. رژیم همیشه احتیاج داره که عده‌ای رو دور خودش جمع بکنه. اما حالا برگردیم به این داستان این شیخک. بله. این مردک به اصطلاح مدره‌ای که در واقع ماهیتش هم برای کسی پوشیده نیست، کسی که از ابتدای این رژیم همچنان در به اصطلاح سمت‌ها و مسئولیت‌های بالایی در حاکمیت قرار داشته و در سرکوب و در همه چیز نقش مستقیم داشته. وقتی که این آقا میاد و در به اصطلاح تالار چی بهش میگن؟ وحدت، تالار وحدت. میدونه که ایرانی‌ها بهش میگن تالار وحشت. تالار وحشت. درود بر مردم ایران. بله. جمع رو خودش گرد آورده و براشون صحبت میکنه. من اتفاقا عکساشو که نگاه میکردم از یک سوی دیگه من یک جنبه دیگر این قضیه رو دیدم. شما اگه دقت کنید میبینید که چهرهایی که هم اونجا هست همیشه همون چهرهایی که همیشه بوده. متوجه این همون آدمایی که از 30 سال پیش هم در کنار این رژیم قرار داشتن که الان هم هستن، هر دولتی هم که باشه اون نویسند، اصلا من نمیخوام اسمشون رو بیارم چون اینقدر فقیرن من اصلا نمیخوام اسمشون رو بیان کنم. همون هنرپیشه ها و همون شعرای به اصطلاح شعرا و همون افرادی که در کنار احمدی نژاد هم می نشستن و با رفسنجانی هم رابطه داشتن الان هم میان کنار این آقا. خب چرا شما اون طرف قضیه رو نگاه نمی کنید؟
چه بسیار هنرمندان دیگری که حاضر نشدن و عکسشون در اونجا نیست. من الان اسمشون رو نمیبرم به خاطر مسائل امنیتی خودشون. بله. این رو هم باید در نظر گرفت. آیا فقط جامعه هنری ما همون تعداد آدمی هستند که در اون سالن نشستن؟ چند نفر از اون چهره های سرشناس مملکت ما بودن؟ شما مثلا اون از اون افرادی که صحبت میکردن اینا کیان؟ پیشینه یکی از این افرادی که صحبت میکردن رو نگاه کردم، آقای طاهرزاده، اسم ایشون هست محمد مهدی اسکرپور. در زمره فعالیت‌هاش معاونت بخش جنگ بنیاد سینمایی فارابی ذکر شده بود. همینا دیگه. خب این آقایون و این خانم هایی که اونجا نشسته بودن، اینا واقعا اصلا ارزشی ندارن. اینا اصلا چیزی نیستن، نه به لحاظ ادبی، نه به لحاظ هنری، نه به لحاظ، به استثنای یکی دو نفر که خب از مشایخ هنر مفاخر ملی هستن آقای که همچنان طاهرزاده. مشایخ هست در کنار شیخ خوب قرار گرفتن، که دولت ها رو آباد میکنن، در کنار دولت های سرکوبگر قرار میگیرن. خب این آقایون که دیگه واقعا اینها دیگه آبرویی براشون نمونده. خودشون هم گفتن که آردشون رو بیختن، الکشون رو هم آویزون کردن آقای طاهرزاده. واقعا دیگه در واپسین سالهای زندگی دارن نفسهای آخرشون رو میکشن. واقعا چرا نمیخوان برن این چهار سوار رو یه کمی آزادمنشانه بنشینند و فکر بکنن به گذشته ننگینی که داشتن و فکری این رو بکنن که چگونه جامعه به روی اینها توف انداختن. همینطور که شما گفتید، اعتراض از ناحیه هر کسی که بوده، هر کسی در هر سطحی که اعتراض کرده قابل ستایشه، اعم از هنرمندان، اعم از مردم عادی. این در واقع نشون دهنده اوج تنفر و انزجاری است که مردم ایران نسبت به این رژیم دارن و تمام کسانی که در کنارش قرار میگیرن که میخوان چهره اون رو بزک بکنن، از هر قماش که باشن، دست بر هر سازی که بزنن، هر گونه شعری رو هم بسراین، مثل همون آدمایی که واقعا همشون رو هم برسید به اندازه نمیدونم چی ارزش دارن، میشینن کنار ولی فقیه، اون واقعا شعر و ورا رو به عنوان شعر و ادبیات براش میخوان و اینا همونا رو جمع کردن اونجا نشستن. چهار تا دیگه به اصطلاح بازیگر و نمیدونم از این مطرب‌های دور گردی رو که خب میان در فرانسه هم به اینا لقب شوالیه دونور هم داده بودن. میدونیم چرا در همون زمان هم به خاطر همون سیاست مماشات و اینا یکی دو نفر هم از همین چیز. ولی خب چهره های برجسته و ارزشمند و نامدار موسیقی و هنر و ادبیات و شعر و داستان سرایی و غیر و ذالک اونجا نبودند. اونهایی که سالهای سال خاموشن، اونهایی که کار نمیکنن با این رژیم، هرگز جاشون در کنار این جنایتکاران نیست. شما نگاه کنید در جنگ‌های داخلی اسپانیا علیه ژنرال فرانکو اون سالهای 30 و اینها، چگونه از سر تا سر دنیا، از آمریکا و غیره و زالک اینور اونور، همه هنرمندا، از نمیدونم ارنست همینگوی و جان اشتاینبک و از فرانسه ژان پل سارتر و سیمون دو بوار و غیره و زالک و حتی کیا که نرفتن سلاح به دوش گرفتن ایستادن در مقابل دیکتاتوری جنگیدن. تو همین مملکت خودمون مگه یادمون رفته که آقای هاوارد باسکرویل، یک جوان آمریکایی که در تبریز در اونجا در مدرسه میسیونرهای آمریکایی کلاس تاریخ داشت، این چگونه به مقاومت و به نهضت ضد دیکتاتوری در اون زمان میپیونده و در کنار ستارخان و باقرخان رئیس مدرسه اونجا و همسر سفیر بهش میگه که بابا تو یک آمریکایی هستی، دست بردار، چرا با اینها داری چی میکنی؟ میگه که چه فرقی داره، من و اینها چه فرقی دارم، من فقط در یک کشور دیگه متولد شدم. پاسپورتش هم پرت میکنه، میگه نمیخوام و میره و میجنگه، سلاح به دست میگیره و شهید میشه. و یا در کنار میرزا کوچیخان آقای گاوک آلمانی که اسم هوشنگ رو هم گذاشته بود، آخر کسی که در کنارش بود و شهید شد در انقلاب مشروطه. خب اینا هستند بزرگانی که ما داشتیم. عارف قزوینی، ببینید تا تاریخ ایران هست، ادبیات ایران هست، موسیقی ایرانی هست، نام عارف قزوینی میدرخشه، از خون جوانان وطن لاله دمیده و در مقابل استبداد میسته. ایزن کرونل وزیری که در مقابل اون زمان یورشی که کرده بودن تا کرمانشاه اومده بودن
و اینا نامداران موسیقی ما هستن، شعرهای بزرگی، نمیدونم فرخی یزدی، میرزاده عشقی، سلطانپور گل سرخی و یا هزاران هزار. خب مردم اینا رو دارن، اینا شاخصای ما هستن و 120,000 شهیدی که در مقابل این رژیم ایستادن و هنرمندانی که الان تو لیبرتی هستن، جوان که بسیار با احساس، بسیار قوی، از لحاظ هنری کارشون خیلی خوب، بسیار هنرمند، واسادن فریاد میزنن در مقابل این رژیم. و انسان‌های شریف دیگری در اقصا نقاط جهان که حاضر نشدند در کنار این رژیم بهش مشروعیت بدن. و ما اینا رو داریم. معلومه که دنیا کسانی رو که در مقابل دیکتاتوری میسته اونها رو جاودانه نگه میداره. مگه یادمون رفته که سال 1972 73 یادمه فکر میکنم، در اتفاقا 11 سپتامبرش هم هستن. آقای خدا رحمت کند آن بزرگوار ویکتور خارا رو مگر نگرفتن در اون استادیوم ورزشی؟ بعد گفتن که بردن شکنجه و گفتن اگه تو فقط یک مزراب به این گیتارت بزنی برای ژنرال پینوشه. نکرد. بردن اینقدر شکنجهش دادن، کشتنش. حالا هم که جسدش رو باز کردن و دیدن که 44 گلوله در بدنش خالی کرده بودن. و حالا هم ببینید که مردم چگونه اون رو دوباره آوردن دفن کردن و ادای احترام ملی به جاش براش برگزار کردن و سرود میخوندن اون روز مدتی پیش. سرودشون این بود که ویکتور در قلب ملتش زنده است. همه کسانی که در هر مملکتی در هر جا در کنار مردمشون ایستادن جاودانه شدن، ایزن در مملکت خودمون. و اونهایی که در کنار اینها می ایستن، شما نگاه کنید یک موزیسین بزرگی مثل کارل اورف که اپرا کارمینا بورانا رو ساخته و اون روش خیلی برجسته که برای آموزش کودکان و اینها ابداع کرده. این کارل اورف به دلیل این که تنش به تن دستگاه نازی ها خورده بود، این رو مردم آلمان واقعا نمیبخشیدن، تا اینکه بالاخره به خاطر خدمات علمیش و فلان اینها دیگه انقدر کردن که این رو بالاخره حاضر شدن اغماض کنن، ولی اصلا نمیبخشن. مثلا الان یه فیلسوف بزرگی مثل هایدگر، حتی واگنر، ریچارد اشتراوس، این آدما به دلیل اینکه در کنار هیتلر بودن و یا حتی یک ذره مثلا بارقه ای از اندیشه ناتسیسم به خاطر مثلا برخورد با مسئله اومانیسم و اینها در ذهنشون بوده، الان شدیداً شخصیتشون زیر علامت سوال رفته. آقای موزیسین بزرگی، بزرگترین رهبر ارکستر دنیا، هربرت فان کارایان به دلیل اینکه در دوره نازی ها جوانی بود به دنبال کار میگشت و اونجا چون خیلی هم موزیسین برجسته بود بهش رهبر ارکستر برلین رو داده بودن، چون در مقابل هیتلر رهبری کرد و اینها. تا آخر عمرش دچار مشکل بود. بزرگترین موزیسین‌های مثل ایزاک پرلمن، اشترن هیچ وقت حاضر نشدن، اینا بزرگترین ویولونیستای قرن بودن، هیچ وقت حاضر نشدن که زیر چوب رهبری اون بشینن ساز بزنن. 170 تا از بزرگترین موسیقیدانای آمریکایی موقعی که ایشون به نیویورک آمد خواهان جلوگیری از اجرای کنسرت اون در نیویورک بودن. بعدها که دادگاهی تشکیل شد اونهایی رو که به اصطلاح میخواستن نازی زدایی بکنن، دقیقاً بررسی کردن دیدن که این در جریان نازی ها شرکت نداشته و یا یکی دو نفر دیگه اینا رو مورد بخشش قرار دادن. ولی واقعاً قلب مردم جریحه داره از کسانی که با دیکتاتورها، با فاشیستا. خب الان که دیگه این رژیم جایی نگذاشته، که هنری نگذاشته، بزرگترین هنرمندان مملکت ما رو یا خونه نشین کرد، یا کشت، یا قصه مرگ کرد، سازا رو تو سرشون خراب کرد. همین الانش واقعا ننگ بر کسانی که میشینن کنار این، وقتی که سازها رو در تلویزیون هاشون نشون نمیدن، یعنی اصلا ساز تمام ارزش و حرمت خودش رو از دست داده. وقتی که یک ارکستر رو نشون میدن یک دیواری میکشن که این سازا دیده نشه، معلوم نیست یه عده واسطن نشستن دارن چیکار میکنن، بعد یه صدایی هم در میاد. آیا این توهین نیست؟ آیا این توهین به اون ساز نیست؟ میگن میرزا عبدالله پدر موسیقی، خاندان بزرگ موسیقی ما، وقتی که میخواست ساز بزنه اول میرفت وضو میگرفت، میگفت اینقدر این ساز قداست داره که باید با دستهای پاک بر روش انگشت گذاشت و ساز نواخت. حالا اینها دستشون رو
میدن به دست یک جنایتکاری که دستش تا مرفق در خون جوانان مبارز مردم میهن ما آغشته است. همین جنایتکار از زمانی که سر کار اومده بیش از 440-50 نفر اعدام شدن، نزدیک 660 نفر در همین سال که 2/3 بیشترش مربوط به ریاست جمهوری همین جنایتکار بوده. همین رذل خائن خودفروخته آخوند واقعا لجنی که همه چیزش قلابیه. از سال 1360 که یک آدم 22 ساله نبود تیتر دکترا رو به گردن خودش انداخته بود، تا اینکه حالا این اواخر هم که از رفته مدعی شده که از دانشکده‌ای هستش که مکاتبه کالدونیا اونجا مکاتبه‌ای یک تز دکترایی براش معلومه واسه که به عربی نوشته باید ترجمه شده به. خب این همش کلک و دروغ و ریا و فریب. تمام کارنامه اینها در جنایت، خیانت، شناعت، قساوت، کشتار، سرکوب، دزدی، فقر و فاقه و اینها در مملکت ما فحشا، گرسنگی، اعتیاد، بیداد میکنه. کدوم هنرمنده به خودش اجازه میده که بیاد بشینه و در چنین چارچوبی توی کادر رژیم ولایت فقیه کار هنری بکنه؟ این ننگ بر اونها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رژیم توی همین دیدار توی سخنرانیش گفت که این هنرمندان اومدن اینجا تا بر آشتی و همکاری صمیمانه بین دولت و هنرمندان مهر تایید بگذارن. آشتی. اصلا هنرمندان هیچ وقت در کنار دولت ها نمیتونن قرار بگیرن. هنرمندان همیشه در کنار مردمشون هستن. اگر دولتی دولت مردمی باشه مثل دولت دکتر مصدق، اون زمان خب هنرمندان هم در کنارش بودند، همه هنرمندان اون وقت. ولی این اومده، من اتفاقا فیلمش هم دیدم، اولا خط و نشون میکشه، یک بحث قرا و یه مسخره را میندازه اندر باب وظیفه هنر و هنرمند و فلان اینا که باید در کنار دولت ها باشن و اصلا چنین چیزی نیست. کدوم هنرمند اصلا در قاموس هنر نمی گنجه که هنر که خودش مدافع درجه اول زندگی و حیثیت و کرامت انسانیه، بیاد از جنایتکارا و سرکوبگران و قاتلان و اونهایی که همه ارزش‌های تاریخی و هنری و فرهنگی مملکت ما رو نیست و نابود کردن، بیاد در کنار اونها بشینه؟ الان یک کلمه ازشون سوال کنید. خودش اومده میگه که من میخوام ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو احیا کنم. بله. اصلا سوال اول اینه که ارکستر سمفونیک ما و ارکستر سازمان به اصطلاح ارکستر ملی ما چه به سرش اومد؟ ما 10 ارکستر بزرگ داشتیم که اون هم به همت واقعا با رنج و تلاش هنرمندان مملکتمون استمرار پیدا میکرد، تلاش میکردن، کار میکردن. بزرگانی مثل معروفی، آقای تجویدی، بدیعی‌ها و غیره وزاره که همه رفتن ارکسترها رو منحل کردن. اصلا خمینی، همه اینها در اندرباب حرمت موسیقی. اصلا موسیقی فی الواقع در چارچوب ذهنی اینا حرامه. فقط موقعی که جنگ شد احساس کردن که خب یه مقدار مارش و از این چیزا نیاز دارن. و یا در حد اون خمینی یه بار گفته بود اون آهنگی رو که برای متحری، یک کسی برای متحری که از همین مداح‌های چیزی خونده بود. شما نگاه کنید دیدگاه و وسعت فکر رهبر این رژیم چیه؟ موسیقی رو در چه میدیدن؟ بعد از اون هم مگر همه دانشکده‌های موسیقی رو نبستن؟ هم مگه خود خامنه‌ای همین فتوا نداده که آموزش موسیقی به کودکان حرام است، ممنوع است، بچه رو از کودکی فاسد میکنه؟ خب چه حرفی؟ آخه کسی که میاد میشینه کنار این دلغک، این جنایتکار که همه جا صحبتش از حمایت از خامنه‌ای و میگه که ما بایستی تمام تلاش و کوشش و هم و غممون این باشه که اهداف عالیه رهبر انقلاب رو همین خامنه‌ای باشد رو به پیش ببریم، همه جا همینو میگه، همونجا هم همینو گفته. به چه مناسبت؟ اگه کسی خودش رو هنرمند میدونه. اینا هنرمند نیستن، این واژه رو اصلا نباید استفاده کرد. اینا من هنربندن، هنر رو گرفتن و هنر رو شکنجه میدن و اینها هنرکشن و در کنار هنرکشا قرار گرفتن. همونطوری که غلام حسین ساعدی روح شاد رژیم به عنوان یک رژیم هنرکش یاد میکنه و هنر ستیز. آخه مگه ما تعریف نکردیم؟ تعریف این رژیم چیه خانم غفاری؟ این نظام نظامی است ضد بشری. وقتی که یک نظام ضد بشریه یعنی
ضد همه دستاوردهای بشره، ضد هنره، ضد تاریخ ماست. تاریخ ما رو که تحریف کرده. همه چیز در این تاریخ ما، تاریخ چند هزار ساله مکتوب مدون ما تحریف شده است. وقتی که توی کتاب‌های درسی از شیخ کاشانی به عنوان کسی که نفت رو ملی کرده درس میدن به کودکان ما، خب این کتاب‌های درسی ما، وقت هزار چیز دیگه. وقتی که علما و نمیدونم ادبا و فرهیختگان مملکت ما رو همه رو لباس ولایت فقیه تنشون میکنن و همه رو در خدمت چی قرار میدن، این مردک اومده هر جا که صحبت میکنه میگه که من اومدم که این تنشی که در دنیا وجود اومده که میخوان اسلام زدایی بکنن، میخوان جمهوری اسلامی رو نامش رو ملکوک بکنن، من اومدم اینو تطهیر کنم و میخوام شما هم در کنار من باشید. یعنی سازی که میزنید، شعری که میگید، آوازی رو که میخونید، همه اینها در راستای این باشد که این چهره کثیف ولایت فقیه رو بتونن در دنیا با کازموتیک و غیر و ذالک یه مقدار بزکش کنن و قابل عرضه باشه برای دنیا. وگرنه آخوند رو به موسیقی چی؟ اصلا برای اینها چه چیزی جز واقعا قدرت و همین کاری که کردن در طول این چند ساله، برباد دادن هر سو نسل این مملکت. درست. آقای طاهرزاده، من خودم این جلسه اینها رو که دیدم فیلمش رو، خب به طبع منم مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه عصبانی شدم، خشمگین شدم که این عده به نمایندگی از هنرمندان ایران به پابوس روحانی نماینده رژیم هنرکش رفته بودند. ولی در این حال به خودم میگم که خب چرا عصبانی میشی وقتی که مرسوم هست در بین عده‌ای از هنرمندان که برای اعانه یا چشم داشت برای این شاه و یا اون آخوند مجیز میگفتن و الان هم میگن، چرا عصبانی میشیم؟ برخی هم میگن که خب گناه از این هنرمندان نیست و این برمیگرده به فرهنگ ایران و نشون دهنده در واقع سقوط ارزش‌های فرهنگی ایران هست. نظر شما در این رابطه چیه؟ ببین، اینو نمیشه تعمیم داد. بله، ارزش هایی رو که به هر صورت رژیم سعی کرده که در جامعه جاری بکنه، یعنی ارزش های، یعنی در واقع ارزش که نه، یعنی ضد ارزش های سیستم ولایت فقیه، بعد از این همه سال، الان 30 و چند ساله که اینا در حاکمیت هستن، نتونسته، اصلا نتونسته. به همین دلیل به خاطر مقاومت قدرتمندی که به هر صورت هم از سوی مقاومت سازمانی یافته و هم از سوی مردم ایران، برای اینکه مردم ایران این رژیم رو به هیچ عنوان نماینده خودشون تلقی نمی‌کنن، اونها رو قبول ندارن اساسا. این مسائلی هم که الان اتفاق میفته، اگر اینجوری باشد که ما بگیم اینها نمایندگان فرهنگی، فکری، روحی، عاطفی، هنری و غیره و ذالک مردم ایران هستند و به خاطر سقوط ارزش‌های مملکت، ارزش‌های همینطوری که تاریخ و ملی و فرهنگ و غیره و ذالک در کنار این رژیم قرار گرفتن، باید پس این رو اگه تعمیم بدیم در این قدم بعد، یعنی اینکه مردم ایران هم در کنار این رژیم قرار دارن و بر اون سهه میگذارن، در حالی که مطلقاً چنین چیزی نیست. مطلقاً چنین چیزی نیست. و این که این همه اعدام، این همه سرکوب، این همه شکنجه، این همه ترس، دائما خامنه‌ای رئیس جمهورش، همه وزراش، هم فرماندهان سپاه پاسدارانش، همه شبانه روز در همه بلندگوهاشون از اینکه چرا مردم ایران واقعا زیر هژمونی اینا قرار نمیگیرن، از روسری گرفته تا هر چیز دیگری که فکر میکنید، مردم ایران در یک تقابل و در یک واقعا مقاومت پایداری هست که 30 سال کوتاه نیومدن. در همین انتخابات، در همه چیزا خودشون نشون داده. حالا بگذاریم خب اینها میان ارقامو چند برابر میکنن و سعی میکنن که وانمود کنن که این واقعا انتخابات آنچنانی بوده، حالا وارد این قضیه نمیشه. ولی این افرادی که در کنار این آدم جنایتکار قرار گرفتن، همونطوری که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، اینا واقعا آدمایی بودن که همیشه با دولت ها بودن. اینا همیشه از قبلش، گفتم از دوره رفسنجانیش و نمیدونم با همین احمدی نژاد و با هم اینا هستن. فردا هم این بره کسی دیگری بیاد، باز هم اینا با در کنارش قرار میگیرن، چون که هیچ گونه رسالتی برای کار خودشون قائل نیستن، چون که انقدر اینا متاسفانه حقیر شدند. خب آره، در حقیر شدنش میشه گفت که رژیم نقش داشته، ولی اینکه اینا خب در جایگاه اصلی خودشون قرار نگرفتن. خب خیلی دیگر هم بودن که
این کارو نکردن. من عرض کردم که جمعیت عظیمی از هنرمندان بزرگی رو که من نمیخوام اسم برم نرفتن اونجا، نیست عکسشون، نیست در کنار این جنایتکار و اون وزیر جنایتکار دیگرش و بقیه حضور پیدا نکردن. اونها رو باید ستایش کرد. اونها نمایندگان مردم ایران هستند. اونهایی که در طی این 30 سال گذشته یا با سکوتشون یا با شورششون یا ایستادگیشون، مگه چقدر از این هنرمندا رو کشتند، سازها رو سرشون خراب کردند، چقدر فشار آوردن که هنرمندان بزرگی مثل پرویز یاحقی و خیلی های دیگه برن تو این رژیم ساز بزنن، نرفتن و جسدشون رو تو خونه هاشون پیدا کردن. نه اینجور نیست. این رو به حساب فساد، اگه ما تصور بکنیم که جامعه اینقدر فاسد شده که اینها به عنوان نمایندگانشون این وضعیت رو پیدا کردن، که باید که فاتحه مملکت ما رو بخونیم که اصلا چنین چیزی نیست. به عکس همین اعتراضی که الان شما اشاره کردید، خود این اعتراض مبین این است که چنین کاری به هیچ عنوان پذیرفته نیست. برای مردم ایران، کسانی که در کنار اینها قرار میگیرن، هر کس که میخواد باشه، از جک استراش گرفته که آیت الله میگن جک استرای انگلیس هست، از سالها پیش از مامورین پیشانی سیاه سفید هرچی دولت فخیمه، آدرسان این رژیم که الان هم بازم در پای می‌بینیم که پا به پابوس اینها میرن، چون به هر حال همه جا هستن آدمایی که این کارو میکنن. اما در مقابلش در پارلمان انگلیس و صدها پارلمانتر قدرتمند دیگه در مجلس اعیان و مجلس عوام انگلستان و در اقصا نقاط دنیا همه محکوم میکنن. یه عده از پارلمان اروپا پا میشن میرن ایران، در کنارش میبینید که 700 خورده نماینده دیگه محکوم میکنن این کارو، نمیرن. یا به دروغ میگه که از کانادا میخواد یه هیئت دوستی از پارلمان کانادا به ایران بره، بعد معلوم شده که اصلا هیئت دوستی در پارلمان کانادا وجود نداره. این رژیم دجاله. این تعریفی که داره دجاله. دجال هم مشخصه که چیکار میکنه. هیپوکریت، دو دوزه باز، هزار چهره. میبینید خب کارشون اینجوری به پیش میبرن، با سرکوب، با اختناق و در خارج هم با تروریسم. الانم که اینقدر وضعش خراب شده که دستاشو بلند کرده کسی که به دنبال بمب بود و غیره، اون موزیسیانی که واقعا اومده برای هسته‌ای سرود ساخته و اون ارکستری که اینو زده و اون رهبری، اینو واقعا باید چی بهشون گفت؟ اینها جز در کنار همون پاسدارهای سرکوبگر و شکنجهگرانی که در زندانها افراد شکنجه میدن، جز در کنار اونها جایگاه دیگر اینا پیدا نمیکنن. واقعا ننگ بر همه اونها. آقای طاهرزاده، به طور کلی من احساس میکنم شما میگین که حساب هنرمند از عملکردهای اجتماعی و سیاسیش جدا نیست و مرزی نیست بین هنرمند و تعهدش نسبت به جامعه. ولی یک سوال دیگری که همیشه مطرح هست اینه که خب شاید یک هنرمند فقط به خاطر تامین هزینه‌های زندگیش وارد این مقوله شده باشه، دوست داره هنر زیبا ارائه بده و دوست نداره توی سیاست شرکت بکنه. خب تکلیف جامعه با این بخش از هنرمندان چی هست؟ آیا یک هنرمند یعنی که تعهد داده که حتما دنبال مسائل سیاسی بره، یا نه یک هنرمند میتونه به صرفه یک هنرمند باشه؟ این دیگه مسئله انتخاب انسان هاست. همطور که ما یک چیزی داریم به نام پیشتاز و یک خلق قهرمانی داریم. عده انتخاب میکنن، در یک نقطه از زندگیشون انتخاب میکنن که جانب مبارزه رو بگیرند و در مقابل دیکتاتور بایستند. یکی دیگه انتخاب میکنه که به دلایل خاص خودش، به دلیل منافعش، به دلیل اینکه تعهدی نداره، خودش تعهدی احساس نمیکنه، به دلیل ماهیت فکریش، ماهیت شخصیتی اخلاقیش و غیر و ذالک، طرف دیگر رو انتخاب میکنه. اگر یک هنرمند به صرف اینکه خب میخواد ارتزاق بکنه، خب قابل فهمه. برای ارتزاق حتما نیازی نیست که آدم بره مهر تایید و صحه بگذاره بر یک چنین جنایتکاری، در کنارش بشینه و براش آهنگ بسازه. خیلی کارا میشه کرد. مگه خیلی ها نبودن در حاشیه زندگی میکردن، نمیدونم با هزار بدبختی، حتی خیلی از موزیسین های عالی به خاطر اینکه حاضر نشدن با اینها کار بکنن اون اوایلش و اینها، خیلی راننده تاکسی شدن، خیلی ها نمیدونم آهنگر شدن و غیره. خب یه دم رفتن با اینا همکاری کردن، یه دم خوب کار هنریشون رو کردن به شکل دیگری، یعنی سعی کردن یک مرزبندی داشته باشن با این رژیم
تو رادیوش نرن، تو تلویزیونش نرن، توی سیستم های چیچیش نرن، به شکل آموزش موسیقی مخفیانه یا حتی به هر صورت هر جوری که تونستن یا یه عده جلای وطن کردن. ولی وقتی که چون هنرمند کارش از اونجایی که موضوع اجتماعی فرق میکنه با مثلا یک دکتر، یک کارمند بانک و یک پزشک دیگه بایستی بره کارشو انجام بده تو جامعه. ولی خب اون پزشکی که میاد میپیونده به مقاومت، خب همین تو مقاومت خودمونم صدها پزشک داریم، لباس رسم پوشیدن، در مقابل رژیم ایستادن، جنگیدن، شهید شدن، اومدن به ارتش آزادی بخش ملی پیوستن، در سلسله عملیات ارتش آزادی بخش شهید شدن، یا الان تو اشرف بودند و در لیبرتی هستند، در جاهای مختلف دارن مبارزه میکنن، و یا بسیار پزشکان دیگری که در سرتاسر دنیا حاضر نیستند با این رژیم همکاری بکنن. رژیم سراغ اینها میره که اینا رو بکشونه ایران، از موقعیتشون سوء استفاده بکنه، نمیکنن، نمیرن. به هر حال اون مقداری از چیزی که هر کسی میتونه انتخاب بکنه. ولی خب پزشکی که تو ایران داره کار میکنه، خب ازش انتظار نمیره که بیاد کار چی کنه. اما وقتی که میخوان بره بشینه کنار روحانی و مجیزش رو بگه، خب معلومه دیگه اونجا یک انتخابی کرده، یه انتخاب سیاسی کرده، معلومه پزشکای دیگه محکومش میکنند. موسیقی هم که جای خودش داره، معلومه اون آقای به اصطلاح، اصلا من واقعا متنفرم از نام بردن اسمشون، اون خواننده‌ای که اونجا هست عکسش، خب چندشاوره، آخه مرد حسابی این کار چیه؟ خب وقتی که یه ذره آدم برمیگرده میبینه که این آقا آره این اصلا در همه فستیوال‌های رژیم بوده، در همه برنامه‌هایی که رژیم داشته این نقشی پررنگی داشته و غیره و زاره. خب به هر حال اینا هم میان و میرن، دولت‌ها میان میرن، این آدم‌ها هم در کنارش هستن، از بین میرن و چیزی ازشون باقی نمیمونه. ولی اونی که باقی میمونه اون اصالت هاست، اون عارف قزوینیه که در دره مراد بیگ در آخرین روزهای عمرش فقط یه سگ مونده بود پیشش، با در کنار یک سگ در یک دره در همدان در اون سرما زندگی میکرد و با اون وضع از جهان رفت و ایستاد، نامش جاودانه شد. خب اونهایی که برای رضا شاه ساز میزدن و غیره و کو اسمشون کجاست؟ هنرمندی که میخواد وابسته به این رژیم نباشه، آره سختی‌های زیادی رو با تحمل بکنه. چون اگه این رژیم، ببینید اگه این رژیم اهل هنر بود، اهل چیزهای دیگری هم بود، اهل رسیدن به مسائل اجتماعی بود، اهل پرداختن به مملکت بود، خب اگه این کار رو میکرد دیگه خب مسئله وجود نداشت، مقاومتی موضوعیتی پیدا نمیکرد. این همه اصلا خودش چرا باید این همه آدم رو بکشه؟ شب و روز داره میکشه. کسی این از خودشون سوال نمیکنن که تو این زندان ها چی میگذره؟ اینا از خودشون سوال نمیکنن که اون جوان ستاره بهشتی به خاطر آخه یک وبلاگ بسیار واقعا محقری داشته با چند نفر فالوور، چند تا مطلب می‌نویسه، این جوان رو اینجوری میکشه. بعد اون نویسنده یه جنایتکاری که واقعا باید گفت دولت آبادی یه جنایتکاره. آخه ننگ بر تو پیرمرد که در آستانه مرگ هستی، تو وام میسی اونجا، قبلش هم که پیش احمدی نژاد بودی و غیره و زاره. شرم کنید که ندارن. آخه اگه شرم داشتن شرم میکردن. من اگه داشتن به قول شما شرم میکردن آقای طاهرزاده، چون چند ماه پیش فکر کنم قبل از آغاز ریاست جمهوری روحانی بود، اگه اشتباه نکنم جلوی خانه سینما یا جلوی خانه هنرمندان چند نفر رو اعدام کردن چند ماه پیش در تهران. بله بله درسته. خب اینا اگر متعهد بودن حتی به هنر خودشون، خب یک اعتراض آبکی هم به قول معروف میبخشید انجام میدادن و یک اعتراض صحفی هم میکردن به این مسئله. اصلا انگار که ایران رو آب داره میبره ولی اینها رو خواب برده. اینها اصلا مسئلهشون مسئله ایران نیست به هیچ وجه. اگر مسئلهشون ایران بود که ما یک حرکتی میدیدیم از سوی اینها. درسته. آقای طاهرزاده، ما از تعهد و مسئولیت هنرمندان از شما شنیدیم و گفتید در رابطه با این صحبت کردید. شاید مهم باشه که بر تعهد مردم هم نسبت به این هنرمندان که به عنوان مخاطبان هنرمندان هستن صحبتی بکنیم. واقعا ما به عنوان کسانی که به ترانه‌هاشون گوش میکنیم، فیلماشون رو میبینیم، نقاشی‌هاشون رو میبینیم، شعرهاشون رو میخونیم، چه مسئولیتی داریم در قبال هنرمندانمون؟ هنرمند خودش قبل از هر چیز مسئولیت داره در مقابل مردمش. اون هنرمندی که متعهد میشه به مردم، خب بایستی قدرش رو دونست، به قول سعدی در صد نشوندش، قدرش رو دونست و برای کارش
ارزش قائل شد، بهش کمک کرد که کارش رو به پیش ببره، برای اینکه داره اسباب یک نوع به هر صورت مبارزه رو فراهم کرده، فریاد مردمش رو منعکس میکنه. خب اون کسی که زیباترین مینیاتورهای ایران رو هم میکشه، هم اسمشو نمیبرم، میدونم بله. و میاد خامنه ای هم بالاترین مدالهای ننگ رو به سینه‌اش آویزون میکنه. این کسی که دخترش یکی از مبارزان، یکی از مجاهدان برجسته بوده، در مبارزه شهید میشه. خب این فرد انتخابشو کرده، اون اصلا روی چیزی رو که براش به هر حال مردم ایران، یعنی آزادی، واقعا آزادی و ارزش‌های اجتماعی مملکت خودشون، ارزش‌های تاریخی خودشون، ارزش‌های هنری خودشون، اون روی اون چشم میپوشه و روی مزار دختر خودش لگد میکوبه و چشم میپوشه از همه این تیا. کسی که در زمان شاه مینیاتورهایی میکشید که خب آدم چی بگه، نمیخوام الان توضیح بدم. این آقا مثال دارم میزنم، نمیخوام این به خصوص رو کنم. خب آیا واقعا شایسته است که وقتی نمایشگاه میگذاره، بعد ایرونی هایی که جلای وطن کردن پاشن برن آثار اینو ببینن؟ آیا شایسته است بر ایرانی آزادی خواهی که از ایران خمینی زده گریخته و نخواسته اونجا بمونه، میاد در اروپا و آمریکا و غیره و ذالک و میره در کنسرت های این افرادی که از ایران میان و اینا در واقع سفرهای فرهنگی رژیمن، و میره در برنامه اینها شرکت میکنه، پول میده بهشون، حمایت میرسونه و غیره. اینه وظیفه ما در خارج، اینه که نکنیم این کارو، نکنیم در پلتفرم هایی که رژیم، در جاهایی رو که رژیم بساطش رو پهن میکنه شرکت نکنیم، قدم نگذاریم، تحریم کنیم، نکنیم این کارو. ننگه کسی که پا میشه از این ور میره دبی برای اینکه اون یارو رو که از ایران میاد ببینه. آخه این ولی یه چیز من به شما بگم، کسانی که این کارا رو میکنن درصد بسیار ناچیزی هستن. دقیقاً اونها هم جامعه ایران رو نمایندگی نمیکنن. ما میلیون ها پناهنده شریف داریم که از ایران جلای وطن کردند و اومدن و اینها این کار رو نمی کنن. اما به هر حال خطاب من به اون افرادی است که گاهن هم ممکنه داعیه آزادی خواهی و غیره هم سر بدن. خب این کار زشته. اگر واقعا این افرادی که میان این کارا رو انجام میدن با سالن‌های خالی مواجه بشن، خب دست رژیم رو میشه دیگه. اینا رو باید افشا کرد. هنرمندانی رو که دارن تلاش میکنن در هر کسوتی که هستن، اونها رو یاری رسوند. شاید برخورد من یکم تهاجمی باشه آقای طاهرزاده، ولی من تو روابط خودم هر از گاهی توی فیسبوک مثلا برام دعوتنامه میاد از این هنرمند یا اون هنرمند که بیا مثلا صفحهشون رو لایک کن. خب اولین سوالی که از خودم میپرسم اینه که این هنرمند توی این 34 سال، نه توی 15 سال گذشته مثلا چه نقشی داشته توی جامعه ایران؟ بله. و وقتی جواب سوالم رو میگیرم خب به راحتی از کنارش رد میشم، ولی در کنار بعضی از هنرمندان نمیشه به این سادگی ازش گذشت و رد شد. یا باید اعتراض کرد یا باید حمایت کرد. درسته. ببین هنرمندان نامدار این موسیقی ایران یا هنرمندان در رشته‌های مختلف که به هر حال چهره شدن در سطح مملکت، اینها به دلیل اینکه مطرحن وظیفه مضاعف دارند. یعنی من الان نمیخوام نام ببرم، اما در هر حال کسانی که می‌بینیم در مقابل احمدی نژاد ایستادن و در هر صورت مردم ایران اینا رو ستایش کردن، قدر گذاشتن و یکی از اون برجسته‌ترین نامدارهاشون در پهنه آواز قبل از این داستانها کنسرتاش دیگه چندان رونقی نداشت در آستانه 70 و چند سالگی، ولی به محض اینکه این هنرمند در مقابل احمدی نژاد و اون داستان ایستاد و گفت و همون جمله معروف رو سر داد که یک دفعه اقبال عمومی به سوی ایشون سرازیر شد. هر جا رفت واقعا مثل یک قهرمان باش برخورد کرد. این همون چیزی است که مردم میخوان. مردم از هنرمنداشون میخوان که نماینده اونها باشن، چون برای همه کس که این امکان نیست که بتونه فریاد مردمش باشه. خب این افراد وقتی که به دلیل موقعیت اجتماعی و به دلیل موقعیت خاصی که درش قرار گرفتن و اون هم چیزی بوده که جامعه بهشون عطا کرده،
خودشون تلاش کردن، زحمت کشیدن، اما در هر حال این جامعه بوده که اونها رو کشونده بالا. اینها خیلی وظیفه‌شون سنگینه، خیلی وظیفه‌شون سنگینه و اگر کمکاری بکنند خب به نحوی دودش تو چشم مردم میره. این است که وقتی که میگیم هنرمند، در واقع ندای خفته و یا خاموش و سرکوب شده و منکوب شده وجدانهای انسانی رو باید فریاد بزنه و این شوخی نیست، یک رسالتی است. به اندازه‌ای که بها حاضر باشه بپردازه، چون بایستی بها پرداخت دیگه، بها داره، کار سیاسی بها داره، اصولا هر چیزی بها داره، ولی خب در این بخش کارش اینجوریه دیگه. میتونه ساز رو نزنه، از این بگذره که بیاد مثلا در تالار وحشت کنسرت بده، یا اینکه نه بگذره این کارو نکنه، خاموش باشه. مگه نکردن خیلی؟ همین دلیل ما این همه افتخار میکنیم به هنرمندان که نرفتن با این رژیم. نکردن، خیلی ها نکردن. درسته. آقای طاهرزاده، من چند روز پیش مصاحبه شنیدم با آقای نیل یانگ، حتما ایشون رو میشناسین، ترانه‌سرا و خواننده کانادایی هستن، خیلی مشهور هستن در کانادا. این روزها ایشون درباره یک مسئله زیست محیطی در کانادا خیلی فعالیت میکنه و به قول خودشون به روشنگری میپردازه. ازشون سوال کردن که میگن شما برو موسیقیت رو بساز و در سیاست دخالت نکن. جواب ایشون برای من خیلی جالب بود. ایشون گفتن یعنی اون دسته از آدم‌ها که اینو میگن، این رو میخوان برسونن که حرفه تو باید تعیین کننده آزادی بیانت باشه. من فکر کردم بحث تعهد هنرمند فقط توی جامعه ایرانی مطرح است. به نظر شما یا فاصله هنر و سیاست پر خواهد شد و این دو بالاخره به قول معروف با هم آشتی خواهند کرد؟ ببینید اساسا سیاست چیست؟ یعنی اگه اینکه شما فکر بکنید که خب سیاست یعنی اینکه یه کاری رو فقط بسپارید به دست یه عده از کسانی که به طور حرفه‌ای کار سیاسی میکنن، یا مثلا نمایندگانی هستن که انتخاب میشن، تشکیل دولت میدن و کاری به پیش میبرن. خب به هر حال این نماینده ها رو مردمشون انتخاب میکنن دیگه، به شکل دموکراتیک. شما میرید صندوق یه کسی رو انتخاب میکنید، اون میره در پارلمان، حزب حاکم پیروز میشه و یک برنامه اجندایی داره و میره اون رو به پیش میبره. هنرمندی هم که توی مملکت هست در جامعه دموکراتیک، نگاه کنید مثلا من یه مثال بزنم، مثلا پیکاسو هیچ وقت خاموش مگه شد؟ پیکاسو از زمانی که مبارزه میکرد با فرانکو و غیره و ذالک، یا مثلا بزرگترین ویولونیست قرن به اسم یهودی منوهین. منوهین دیگه از شاخصهای موسیقی جهانه. میدونی این آقای یهودی منوهین به خاطر که غیر از اینکه خب موسیقیدان برجسته و بزرگی بود و اینها، به خاطر تلاشش برای دموکراسی در کشورهای بلوک شرقی اون زمان، مثلا حمایت از هنرمندان که در سرکوب قرار گرفته بودند، مثلا میرفت دیوید اویستراخ، بزرگترین استادش بود، بزرگترین ویولونیست روس رو بر ترتیب شده می آورد در اروپا، براش کنسرت میذاشت، بعد صحبت میشد، از حقوق بشر دفاع میشد غیر و همین شخص چقدر در حمایت از حقوق بشر محرومین و جیپسی ها و سرکوب شدگان در اروپا و فقرا و غیر و واقعا تلاش میکرد. از مقاومت ایران حمایت کرد. در فرانسه در اوورسورواز به دیدار خانم رجوی شتافت، کنسرت برگزار کرد و با خانم مرضیه ملاقات کردن و با هم دوست شدن، با هم کنسرت گذاشتیم. آوای صلح از 7 خواننده بزرگ زن در جهان دعوت کرد که بیان در بروکسل، در تالار معروف سلطنتی بروکسل، در اونجا برنامه اجرا کردن، آوای صلح. و الان هم یکی از مهمترین تالار پارلمان اروپا رو به اسم یهودی منوهین گذاشتن و همه جا نامش رو با احترام یاد میبرن. میبینیم خب هنرمندان خیلی دیگری، موزیسین خیلی بزرگ دیگری هم بودن، ولی به دلیل اینکه یهودی منوهین عنصر هنری رو با عنصر سیاسی و عنصر اجتماعی و عنصر واقعا آگاهی بخش ادغام کرده و برای دفاع از انسان ها تلاش میکرده، نامش جاودانه است. و خیلی های دیگه. اصلا این چنین مرزی وجود نداره که هنرمند باید کار خودش بکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط سرش بندازه پایین؟ چی میخواد راجع به چی بگه؟ راجع به قول ساموئل بکت میگه موقعی که من پنجره رو باز میکنم و میبینم که بارونی که داره میباره با قطرات خون آغشته است، من چگونه راجع به زیبایی های قطرات باران شعر بگم؟ من هرچی بگم راجع به اون خونهایی که ریخته شده و باران داره این رو فرو میریزه بر زمین، من راجع به اون خواهم گفت. واقعا اینه.
پس اساساً چنین چیزی وجود نداره که هنرمند نباید دخالت کنه، کارشو بکنه. منتها کارش اگه میخواد موفق باشه نمیتونه از مسائل جامعه خودش خیلی خیلی فاصله بگیره. اگه فاصله بگیره که دیگه یک روش خاصی رو پیش برده. اونم یک چیزه. اما در جوامع دموکراتیک مثلا در همین فرانسه، خب اینا از این مسائل عبور کردن. اینا در انقلاب فرانسه دخالت کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. سر اونایی که مثلا همین در دوران اشغال نازی ها، فرانسویایی که با نازی ها همکاری میکردن، خب دکتر بود، مهندس بود، چی بود، ولی وقت حاضر شده بود در دولت ویشی با اونا همکاری بکنه. بعد که چیز شد، اونا سرنگون شدن و ژنرال دوگل برگشت به پاریس فتح شد، اینا رو مردم فیلماش هست میبینی، هم از زن هم از مرد اینا رو. خب خیلی هاشون رو سر به نیست کردن، خیلی هاشون هم زناشون هم میگرفتن سراشون رو تیغ میتراشیدن با تیغ همونجا وسط خیابون، بعد آویزونشون میکردن، توف مینداختن رو اینها. واقعا همه جای دنیا اینجوره. هیچ کسی نیست که واقعا نسبت به سرنوشت مملکتش بخواد بی تفاوت عبور بکنه. اگه موسیقین باشه، هنرمند باشه، هر رشته‌ای که بخواد باشه، و بخواد بی تفاوت همینجوری و بعد انتظار این رو داشته باشه که جامعه اون رو مورد ستایش هم قرار بده، اصلا چنین چیزی نیست. من فکر میکنم آقای طاهرزاده بهترین نمونه زنده از دوستی هنر و سیاست همین هنرمندانمون در کمپ لیبرتی باشن که واقعا در سخت‌ترین شرایط و با امکانات بسیار محدود ارزنده ترین آثارشون رو که چکیده ای از شرایط مردم ایران هست ارائه میدن. من خودم علاقه زیادی به کارهای محمد دارم و به خصوص کارش به نام جام شوکران رو خیلی دوست دارم که با شنیدنش، مخصوصا برای اولین بار که شنیدم، بی اختیار از خودگذشتگی های مبارزین صدر مشروطه برام تداعی شد. اینها فقط محمد نیست که محمد به عنوان یک مجاهد که دیدیم که چگونه 100 و چند روز هم اعتصاب غذا کرد، درست. یک جوان مملکت ماست که پا میشه به ارتش آزادی بخش میپیونده و چون هنرمند بوده هنرش رو هم در اونجا جایگاه خودش رو پیدا میکنه در کنار هنرمندان دیگه. ما هنرمندان خیلی ارزشمندی داریم در اونجا. ما استاد کامیار رو داریم، کامیار ایزدپناه، که خب ایشون یک هنرمند تمام عیار، یک موزیسین تمام عیار، رهبر ارکستر، آهنگساز، آرانژور، نوازنده سنتور بسیار بسیار برجسته. خیلی برادران و خواهران دیگری هم هستن که در کنار هم دارن کار میکنن. جوانان دیگری هستن، مثلا روزبه هست آهنگسازی میکنه، خیلی خیلی پیشرفت کرده، کارش خیلی عالیه. و توی اون فضا، توی اون محرومیت، توی اون امکانات، فقدان اولی ترین اساسی ترین امکانات، زیر موشک، کشتار برادران و خواهرانشون، اون همه واقعا رنج و شکنجه که این 10 ساله کشیدن، 10 سال اینا در حصار قرار داشتن و دارند و الان هم که هیچ گونه حفاظتی وجود نداره و واقعا ننگ بر جامعه بین المللی بکنن که این چنین شرایط سهمگینی رو میبینن و سکوت میکنن و هیچ کاری پیش نمیبرن. خب این هنرمندان هستن، هنرمندانی هم هستن در خارج از کشور که از اینا حمایت میکنند، فقط در کادر مقاومت ایران. میبینید که خیلی دیگه هم هستن، باید ازشون قدردانی کرد. خب به همین دلیله که شما الان در کانادا هستید و دارید از چند هزار مایل اون طرفتر کار این برادر عزیزمون محمد و هنرمندان دیگر رو و شاعرانی که اونجا هستن. ما شاعران خیلی برجسته‌ای داریم، مثل دکتر رایی، مثل طارق، مثل خیلی های دیگه. خب و اینا رو قدر میگذارید. من از شما متشکرم واقعا که رادیوتون الان به این مرحله از پیشرفت و این هم بلوغ در امر آگاهی بخشی رسیده که این مسائل خیلی مهم رو مطرح میکنید و خیلی 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 مهمه و از تو واقعا باید تشکر کرد، از شخص شما و همه دوستانتون. خواهش میکنم، وظیفمون است. آقای طاهرزاده، من بسیار متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، وقتتون رو با من و شنوندگان ایراوا گذاشتید و توضیحات بسیار جالب و روشنگری که دادید. براتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. روزتون بخیر. متشکرم از شما، روز شما هم خوش. کتاب حضرت حق لغلق زبان تو شد، جفا به دین خدا خرج آب و نان تو شد. نظام جهل و جنایت جزام عصر جدید که آن پلید گدا پیشه روز
اشتیاق و ننگ و هوس چون اصول دین تو بود به ما گلوله زدن سیره سران تو شد زبست شبانه جوان کشتی و سحر خفتی که سب بلند شب و روز من از آن تو شد شکن ریشه غم برکند بطن همان که حاشیه پنداشتی و جنس ضعیف ببین به قلب خیابان بلای جان تو شد پلشت زشت وضو کرده از قرابه خون سفیر و دستک و سوتک زدن دکان تو شد به همت ید بیضای خلق ظلمت بود عمود خیمه شکست آخر و زمان تو شد به کینه هرچه توانسته ای تو خون خوردی خدا گوه که همان جام شوکران تو شد